با مادرم چی جواب بده؟ شد گیره نکن ما گیر اینو چی؟ حدیثه؟ آقای چه؟ جانیا چه یک خروب میکردی؟ ماینا چه؟ اوچه جان در خونه یگم چی نیست با چی خوب پزن هیچ گپ نه جانیا چه بیوشین خدا مهربان است از یگم جا میرسونه بیوشین با خاطرت است وقتی رحمتی پدرت زنده بود هر بیگاه میشد و من زنگ میزد میگفت که زنک چی خوراک بیارم کدام خوراک رو دوست میداری من ناز کرده چی میگفتم من هیچی نمیخورم هیچی نبیاره خودم دست و پنجه دارم چه جان زیب نشوید همش میشه اون دمی غنیمت بود از جانیو چه زیق نشو جانیو چه همین معرکه های پدرت که تمام کردم حتمی به کار میبرم همه شرایط برایتون مهیا میکنم وعده میدم مهمش تو زیق نشو شما هم زیب نشوید چه جان همش میشه خلا او خلا خلا بابای السلام علیکم السلام چه دفتر خلا سلامتی و صبح خلا من اینجا نه خلا ای بیام جان السلام علیکم خلا جان جانی خلا سلامتی تو خوبه اینجی خوبی سلامتی ها دنزه چی رو داری کدام شما پران خیلی اومده همه شمول بوده پرون دو وعده سلامتی ها چی خیر مادر چی خیر اما نه زحمتی نگه چه خیلی خلا خدا با شکر خدا ناستی خوش آمدی خوش آمدی مادر چی خیر پدر چی خیر میشد گشتیم هم سودا شما پرسیم چی خبر و نه چی حال داره این سلامتی یک چای به حدیثه جان چای بخشی چی گپ های نه خلا جان یکم گپی نام نیست توری در همی خونه شدیم کنی گپ زنین چی گپ خبر های نه خلا جان زمین گذشتن یزنت یک 5 ماه گذشت لیکن هیچ درد و غمش از دل ما نمیره همین روز خطی حدیثه جان شدیم گیر چای گیر همین روز خیلی یاد کردیم همین معرکه های از آن تکی دادیم بعد فکر کردم که اونجا کور برام کور گیر متزا جان ای خاله جان من شما چی با زیق میکنید ما هستیم که جیانو شما هستید چرا شما زیق میشید من کارخونه دارم میبرم همجا شما رو میمونم کار میکنید مالش همین معرکه از آن تیم باید فکر میکنیم مالش زیق نشید خاله جان مالش خاله جان خیلی که شما اگر کار در نبروید نه حدیثه دختری کاموشی دست بود همین رو بیا برای خطی مامونیم کار کنم من خودم نگاه بینش میکنم درست مرتضای و حدیثه ولی نه مکتب تموم کرده است کار زندگی ولی همین یک رفتن و چیندن و پختن خانه یاد میگیرد خاله جان زیق نشه من هستم جیان شما هستم من خودم با عهده‌اش میگیرم در هم کار کنه خودم کار میکنم نه دلم نمیشه ولی این دختر بچه ایوش است خیلی فکر خودش یک فهمه من بله خاله جان حتما با من زن زنید حدیثه بابای چه جان یک اینجا به جانیو چه ماینا است حدیثه جان مرتضی میگه که در پیش خودش تو کار گیرد تو روزی شما روزی چه جان تو روزی باشی مالی چه جان شما روزی باشی من کار میکنم شما در خانه شید مالش خاطر نشه خدا من با عهده میگیرم نگاه بینش میکنم نگاه کنم مرتضی جان من با چی من خاله جان با خاطر تو مالش هر دوم چی میخیزیم نمیشنی مرتضی جان نه با حضوری دفعه اومدم با حضور میشنم کم تر سر سوال
خیر الهی امین فیض برکت ناز و نعمت خداوند دسترخوان کشوده ما رو هیچ وقت محکم نکند جمع شدگان ما رو پراکنده نکند دائما وقت خوشی در خاندان ما باشد کسب و کاری تو رو کشوده کند چی آرزویی که داری به آرزو هوست رسی ما هم از این جمله به آرزو هوس ما رسیم امین الله اکبر خوش آمدید مرتضی جان خوش آمدید خیلی بشتی به حضور میکنی شدی همین چایتا خوش آمدید مرتضی حدیثه جان موسیقی کن مرتضی خوش آمدید مرتضی مادرت سلام گو مالش خیلی خوش آمدید مالش کاری درست کردم خیلی این حدیثه جوان است دستوره کار میبرامده باشد نمیبرامده باشد مردم چی میگویند خودت احتیاط کن نسل خودت نسل معرکه های پدر تمام شما خودم بکن برای کار کشاوشی کن دوان الو مرتضی جان سلام علیکم و علیکم سلام سازه خوبه خاله جان من میشود شکر خدا نازی جان خاله دازی بشه شکر خدا ساز شما چی دارید سلامتی چی خبر الحمدلله خدا را شکر همه تینج مرتضی من حدیثه روان کردم حدیثه رو روان کردی خیلی خوب روی کردم بشه من اینجا پیشواز میگیرم مایلش بچه جان احتیاط کنید خواهدی نشه خاله جان همش سخت ویز میشه مایلا سلام علیکم مرتضی السلام علیکم چه دختر خوبه سلامتی ساز آمده خوش آمده شکر خاله جان چه خیلی خوبه سازم ساز روشن شد آمده خوش آمدی حدیثه جان منم چایخانه شامی تشکیلتی من اینو من شدم که کمتر کار کنم برام رفتم با شما رو خبر گرفتم خاله جان من دیدم خدا رو شکر زندگیتون کمتر مشکلی بود من برام خواستم که شما رو به کار گیرم من هم به تو کار رو نشان میدهم چیزی که لازم باشد با من گپ بزنم من حدیثه جان من قصدمایی که کسورم میشون یا تحت کردم بمونی یا خیلی میدی توزگی همی توی خودت میفهم دختر هست السلام علیکم خیلی کار میشه برای کار اوی دختری خوشرو لبه بیا شیم برده رسانم رحمت خوبترش روید زحمت نکشید اوی در این نصف شبی یگان نقلیات نمیابی تا به کجا رفتنی شما لازی خوبترش روید زحمت نکشید او که پرنسی میگوید میرم من فکر شما رو میکنم که شب مانده نشوید گفته نه تا به رحمت کجا رفتنتون لازی من به طرف چورتود میروم خوبترش روید زحمت نکشید بسیار از راه همان یک بود است بیا شیم هم خنک میخوری هم یگان نقلیات اینجا نیست دیگر نصف شبی میترسم که شب مانده میشوی در این نصف شبی کجا میروی بیا شیم بیا مرحمت بیا شده ساعت 10 شب شد ساعت 10 شب شد خب تیر کرد این دختر آدم دختر کجا شد چند
Şabiyoğlu dar vaxt olmadı. İntiktar gücüşle. Daha neymiş indirmemek kalıcı vaxt. همینجا میفرایید گوش کن حدیثه هر وقت که شابونده شدی رقم ها رو گرفتی تا که لازم شد شب و نمشب زنگ اومده میرسونم مایلش سلامت باش Maydaş rahmetli kalın. Hadise Suat daha neymiş şu tu kucu şudi. O çocuğun korumu bisyor بود. Hayır koratım bisyor bu. Bad haberdar نمیکنی آدم که کارمون بسیار بود دلم قریب میکفید حدیثه Biz mehmon داشتیم banket بود bakıyor çocuğun. مرتضی خبردار بود Ha. همش ناز است و çocuğun. جانم چه که دیر کردی تو من خبردار کن خواهم من رفته توی بیارم یوم Ne o çocuğun من خودم اومدم و خود برای چی خواهد میشه بدون چه؟ نکن جانم چه دیگری خیلی نکن که همش ناز است و دلم çocuğun. قریب کفید او برای چی زیر میشه شما؟ کارم که بوچید آمدم کوچه؟ خیلی کدام وقتی که دیر میکنی جانم چه تو من خبردار کن حدیثه چی؟ با فکرم خنک خوردی تیز درو سلام علیکم. و علیکم برسلام چخیر؟ با فکرم خنک خوردی ها؟ خنک آخر شبای زمستان اما اینجا امانی نقص شکرمه هوا. زنده باشی نقص میرویم ما؟ میرویم حدیثه حدیثه چجا؟ این چی بوسه؟ چجا؟ از خارجه آدم میبیاد باید مولی بوسه سگی میپوشیم بریم. مرتضی گفت ها چجا؟ مالش خیلی دخترم مایلش چجا؟ فقط دیر نکنی جانم چه مالش مایلش چجا؟ مایلش. زنده باشی معقول شد؟ تنگیری همه چی تنگیر پگاه باز همون راه میگذاری های نصیب باشد بابا میخوایی گوش کن حدیثه من برای شما یک توفه گرفته بودم چکره که فراموش کردم میشود که رویم همون توفه رو به شما سپارم بازی شب شد که مادرم مرا انتظار است. میگویی که دیر شده است همین که توفه رو به شما سپاریدم خیلی فرق چی من تو رو میرسونم خوب شد پیش خدمت شب میگم شب شد دختر کجا شده؟ الو مرتضی لبای خولا جان سلام علیکم و علیکم السلام خوب هستی؟ مرتضی ساعت 11 شب شد این حدیثه کجا شد؟ حدیثه نه آمده است من او را ساعت 4 بگاه جواب داده بودم چی؟ ساعت 4؟ آخه چه چیکاری کردم؟ بیا گذار حدیثه چی شد؟ اینجا کجاست؟ اینجا جای تینج جای آرام گذار چی شد؟ حدیثه چی خودت رو ناتاب حس میکنی؟ بیا حدیثه چی تو خودت رو بد حس میکنی؟ نه کمکک سرم درد کرده گوش کن کمکک درست کش خودت رو آرام کن نرد بشوی مایلش من حاضر می آیم مایلش درست کش من حاضر می آیم
کجاست؟ حدیثه من در کجایم؟ تو در جای در کاری آن جایی که خودت میپسندیدی. چی شد برام؟ چی شد حدیثه؟ تو چیکار کردی برام؟ چیکار کردم؟ هر آنچه که خودت میخواستی. چی میخواستم من؟ تو مگر خودت همین رو نمیخواستی؟ چه خیلی دلت به من شد که این کارو در حق من کرده. های بدوای نامرد. من با مادرم چی جواب بدم؟ شد گیره نکن. ما گیری نامرد. این پولی تو حیاتی من رو برگردوندن نمیتونه. بس که تو هم آبروی من رو رسانده، هم مادری من رو سرخم کرده. گرچه گل در نازکی مشهور در بحر و بر است، خاطر شرم و حیا از برگ گل نازکتر است. خواهران و اپاهای عزیز، میتواند یک خطای کوچک شما باعث یک عمر بدبخت گشتنتان گردد. برای همین در زندگی کوشش کنید فریفته هر مرد و نامرد نگردید.